لباس مشکی پوشیده بودم، یه مدل آزاد و بلند که پاهامو نیمه پیدا می کرد. موهامو شل بسته بودم. یهو به خودم اومدم دیدم بیشتر از همیشه دلم میخواد دیده بشم. مانی از دور منو دید، اومد سمتم، یه نگاه انداخت و گفت وای خدا، نمیشه توصیفش کرد. یه چیزی بین تحسین و تعجب و یه ذره شیطنت. خوش اومدین به کانال داستانگرام. اینجا هر داستانی که میشنوین حقیقیه. یه قصه از دل زندگی، یه خاطره‌ای که شاید خودتون تجربه کردین یا شاید خدایی نکرده یه روز سراغتون بیاد. اگه دوست دارین بیشتر بدونین، اگه میخواین قصه های واقعی و احساسی بشنوین، حتما سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنید و مهمتر از همه توی کامنت ها بنویسین اگه جای من بودین چی کار میکردین. نمیدونم از کجا بگم، شاید از همون لحظه‌ای که پامو گذاشتم تو لابی هتل حس میکردم این سفر یه چیز دیگه است. معمولاً سفرام کاریه یا نهایتاً یه تفریح کوچیک برای خالی شدن ذهن، ولی این یکی انگار قرار همه چیز رو عوض کنه. تو یکی از هتل‌های لوکس آنتالیا بودیم، از اونایی که وقتی واردش میشی تا چند ثانیه فقط دنبال لب و دهنت میگردی که یه وقت روی زمین نیفتاده باشه. یه لابی مرمری، نورای گرم، صدای آروم پیانوی زنده و یه بوی خاص، بوی چوب، بوی گل یاس. با یه گروه کوچیک از همکارا اومده بودیم. سفر نیمه کاری حساب میشد، ولی خب برای من بیشتر یه وقت استراحت بود. اون روز عصر تازه رسیده بودیم. کیفم هنوز رو شونم بود که صدای گرم و مطمئنی از پشت سر گفت خوش اومدین خانم. سحر خانم درسته؟ برگشتم. اولین چیزی که دیدم یه آقای قد بلند بود با چشمای روشن و لبای خندونش. یه تیپ اسپورت ولی مرتب. صدای بم و دلنشینی داشت. یه چیزی توی نگاهش بود که ناخودآگاه آدمو میکشید سمت خودش. بهش گفتم خودم هستم، شما تور لیدرین؟ لبخند زد و گفت بله، امیدوارم این چند روز حسابی بهتون خوش بگذره. اینجا همه چیز آماده است، فقط کافیه بخواید. از همون لحظه یه چیزی توی دلم غل خورد. نه از اون عشقهای فیلم طور یا چشم تو چشم شدنهای کلیشه‌ای. یه جور حس آتش عجیب برای کشف یه آدم جدید. شاید فقط برای یه نگاه بیشتر یا شنیدن دوباره صداش. 2 روز اول گذشت. برنامه هامون پر بود. استخر، ماساژ، کوکتل های رنگی، موزیک شبانه و کلی خنده های بیدلیل. ولی چیزی که برای من خاص‌تر بود زمانهایی بود که مانی رو می دیدم. بچه ها بهش می گفتن مانی بیا بریم بار، مانی فردا برنامه‌ت چیه؟ ولی من فقط نگاه می کردم از دور و اونم انگار فهمیده بود نگاه هامون گاهی بیدلیل قفل می شد. لبخند زد و یه ابرو بالا مینداخت و من یه چیزی توی وجودم قلقلکم میداد. یه جور شور قدیمی که سالها تو خودم خفش کرده بودم. یه شب بعد از برنامه رقص تنها رفتم کنار استخر. لباس سفید نخی تنم بود، موهام باز، یه لیوان شراب سفید توی دستم. هوا لطیف بود و صدای آب آروم آروم ذهنمو میبرد یه جای دور. مانی هم اون طرف استخر بود. با 2 از همگروهی ها داشتن میخندیدن، ولی بازم نگاهش سمت من بود. بعد از چند دقیقه اومد طرفم گفت
اجازه هست کنار شما بشینم؟ بهش گفتم مگه باید اجازه بگیری؟ تور لیدری، همه جا صاحب اختیاری. خندید. بهم گفت کنار شما بودن یه مدل دیگه است. اون شب اولین شبی بود که با هم خلوت کردیم. نه خلوت جسمی، خلوت ذهنی. یه ساعتی فقط از خودمون گفتیم. من از گذشتم، از اینکه چرا هیچ وقت مادر نشدم، از عشقهام، از سالن آرایشم، از تنهایی شبهام، اونم از کارش، سختیهاش، آرزوهاش و اینکه همیشه به زنای مستقل احترام میذاره. گفت که از مدل صحبت کردنم خوشش میاد، از اینکه بلدم خودم رو جمع جور کنم، نگه دارم، از طرز لباس پوشیدنم، حتی از مدل لاکم، نخونام. بهم میگفت سحر خیلی با کلاسی، اما نه اونجوری که خشک باشی. یه جذابیت زنونه واقعی داری بدون آداب و اصول. بهش گفتم ای کلک، شما پسرا همه همینو میگید. بهش گفتم ای شیطون، شما پسرا واسه ای که مخ آدمو بزنید همه چی میگید. بهم گفت من نمیخوام دلت نرم بشه، میخوام واقعا منو ببینی. همون لحظه نگاهم قفل شد به چشماش. یه چیز اون وسط لرزید، یه لرزش زنونه، یه جور خواستن بیدلیل. دستم نزدیک لیوان بود که دستش آورد جلو. آروم نوک انگشتامو لمس کرد. یه حس کوچیک ولی عمیق، مثل یه برق از نوک انگشتام رفت تا پشت گردنم. ولی همونجا وایستادم، خودمو کشیدم عقب. آروم و دلنشین گفتم مانی تو خیلی خوش زبونی، ولی من از اون زنا نیستم که با یه شب شراب و یه موزیک شلش دلش. یهو خم شد، بهم نزدیکتر شد. گفت منم از اون پسرا نیستم که با یه نگاه بخوام فقط دل ببرم و برم. اون شب تموم شد، ولی از فرداش نگامون دیگه عادی نبود. صدا زدن هامون فرق کرده بود. از خانم سحر شد سحر جون، از مانی جان شد تو. و یه چیز توی دلم داشت قلقل میکرد، یه چیزی که سالها خاک خورده بود. یه شروع ممنوعه ولی خواستنی. بذار بگم، بعضی شبها هستن که تو ناخودآگاهت میمونن، مثل یه بوی خاص، مثل یه آهنگ که فقط یه بار شنیدی ولی تا عمر داری تو گوشت میپیچه. اون شب یکی از همونا بود. برنامه‌شون یه مهمونی شبونه بود تو بار ساحلی هتل. لایتینگ ملایم، موزیک زنده. صداش درست مثل نفس کشیدن کنار دریا بود. لباس مشکی پوشیده بودم، یه مدل آزاد و بلند که پاهامو نیمه پیدا می‌کرد. موهامو شل بسته بودم. یهو به خودم اومدم دیدم بیشتر از همیشه دلم میخواد دیده بشم. مانی از دور منو دید، اومد سمتم، یه نگاه انداخت و گفت وای خدا، نمیشه توصیفش کرد. یه چیزی بین تحسین و تعجب و یه ذره شیطنت. خیلی زیبا شدی امشب. لبخند زدم. بهش گفتم همیشه اینطوریم، تو امشب من اینطوری دیدی. خندید. باید حواسمو بیشتر جمع کنم. پس رفتیم نشستیم کنار ساحل، دور یه میز کوچیک با نور شمع. چند نفر دیگه هم بودن، بچه‌های تور. جو گرم بود، شادهای رنگی می اومد، یکی یکی بدون مکس. کسی نمیفهمه چند تا خورده. مانی آروم تو گوشم گفت پایه‌ای برای یه بازی. بهش گفتم چه بازی؟ هر کسی یه سوالی بپرسه، اگه طرف نخواد جواب بده یه شات بخوره. خندیدم. بهش گفتم پسر جون، فکر نکنیم بازی ها جواب میده. بهم گفت پس بگو جرأتشو نداری. این یه جمله کافی بود که دندمو عوض کنم. شروع شد
از سوالای ساده و خنده‌دار شروع کردیم. مثلا آخرین باری که از ته دل خندیدی کیو تو خواب میبینی بیشتر از همه؟ ولی یهو یکی از بچه‌ها پرسید مانی، از بین خانم‌های تور کدومشون بیشتر جذبت کرده؟ مانی خندید، به من نگاه میکرد. یه لحظه مکث کرد و گفت من نمیتونم جواب بدم و شاتشو برداشت و یه نفس رفت بالا. نگاهش بهم قفل شد. منم لبمو گاز میگرفتم. یکم سرخ شدم ولی هیچی نگفتم. دل تو دلم نبود. آب اومده بود زیر پوستم. یه چیزی داشت قلقل میکرد تو دلم. اون شب هر چی رد و بدل میشد بیشتر از کلمه بود. تماسها، نگاهها، فاصله بین دوتا خنده و دستش که هر بار موقع صحبت کردن به دستم میخورد. نیمه شب جمع کم کم پراکنده شد. منم بلند شدم برگردم سمت اتاقم که صدام زد. سحر، یه قدم بزنیم کنار دریا. بهش گفتم چرا که نه. پا برهنه شدیم. کفشا دستمون بود. ماسه خنک زیر پام حس خوبی میداد. صداش، نسیم و دستی که یواشکی میخورد به دستم. من چیزی نگفتم، فقط آروم بهش نگاه میکردم. بهم گفت نمیدونی چقدر خوبه یکی رو ببینی که ترکیبی از قدرت و ناز باشه. بهش گفتم اینو به همه مسافرات میگی؟ با جدیت گفت نه، فقط به اونایی که موقع نگاه کردنشون دلمو گم میکنم. بعد وایساد، دستمو گرفت، جدی، بی حرف، فقط گرفت. وای خدا، دستاش چقدر گرم بود، آروم، مطمئن. یه لحظه مکث کرد، گفت من نمیدونم، شاید حرفام بیجا باشه، شاید فاصله مونه، شاید سن، شاید 1000 تا چیز، ولی دلم میخواد بیشتر بشناسمت. نگاش کردم. تو دلم گفتم لعنت بهت، لعنت به این صدات، به اون نگات، لعنت به اون انگشتایی که آروم دستمو گرفتن و نذاشتن بکشم کنار. ولی زبونم گفت بیا یه شب فقط حرف بزنیم بدون نقش بازی کردن. نه تور لیدر نه مهمون، فقط من و تو. اون شب تو لابی خلوت هتل نشستیم. از شبایی که تو سالن قهوه گرفتیم میخوابیدم و چون خونم سرد بود همه چی ریخت بیرون. از مشتریایی که نصفشون دوست بودن از خودم براش گفتم و نصفشون میخواستن خودشونو تو آینه ببینن. اونم از رویاهاش گفت، از اینکه چقدر دلش میخواد یه کار مستقل بزنه. حتی ایده یه برند گردشگری زن محور داشت. یه لحظه بهم گفت اگه با هم باشیم چی میشه؟ هیچی نمیشه. شاید فقط یه چیز ممنوعه شیرین بشیم. دلت میخواد اینو؟ و من فقط لبخند زدم. میدونی چی از همه سخت‌تره؟ این که بدونی دلت داره میره واسه کسی که ممکنه یه روزی بگه این فقط یه سفر بود. ولی من دلم اون شب دیگه مال خودم نبود. صبح روز بعد با چشمهایی که هنوز خواب دیشب توش موج میزد رفتم سمت کافه هتل. دلم قهوه نمیخواست. راستش دنبال نگاهش میگشتم و پیداش شد. همون لبخند لعنتی. منو دید و بهم گفت سلام خانم خاص سفرمون، خوب خوابیدی؟ بهش گفتم نمیدونم، هنوز کامل بیدار نشدم، شاید. یه نگاه خندون بهم کرد، بعد خم شد و گفت اگه پایه‌ای امروز میبرمت یه جایی که هیچکس از تور نمیدونه، یه جای خاص. نگاهش کردم. بهش گفتم اگه چیزی بشه گردن کیه؟ بهم گفت گردن دلت. رفتیم یه ساحل خلوت که اصلاً تو برنامه نبود. خودش گفت یکی از دوستاش معرفی کرده. اونجا
نه صدای موزیک بود، نه صدای شات، نه نگاه های بقیه. فقط من بودم و اون و دریا که خودش رو به پاهای ما میکوبید. نشستیم روی شنها، باد میومد و موهامو میزد توی صورتم. با دستای خودش موهامو زد کنار و یک گیره کوچولو از جیبش در آورد و موهامو بست. همیشه اینو واسه خواهرزاده هام میذارم تو کیفم، ولی الان دلم خواست واسه تو استفادهش کنم. قبلا تجربه نکرده بودم. نگاش کردم. سکوتی که بینمون افتاده بود، یه چیزی بین خجالت و شور. بعد از یه لحظه بدون هیچ حرفی دستم رو گرفت. کشیدم سمت خودش و آروم گفت میدونی سحر، از دیشب فقط یه حس تو دلم مونده. یه چیزی که هیچ وقت بهم گفت فکر نکن چون از من بزرگتری من دنبال یه چیزیم. من نمیخوام ازت چیزی بگیرم، حتی نمیخوام از با تو بودن سوء استفاده‌ای بکنم. نفس عمیقی کشیدم. منم نمیخوام قضاوتت کنم، ولی راستش من خیلی وقت منتظر یه تکیهگاه بودم. یه کسی که منو ببینه، نه فقط سنم رو، نه حساب بانکیمو، نه سالندار بودنم رو، خود منو. بهم گفت من دارم تو رو میبینم، همون زنی که با قدرتش نفسگیر شده، که وقتی با تیشرت ساده میاد پایین همه برمیگردن نگاهش میکنن. بهش گفتم ای کلک، از کی اینقدر خوب حرف میزنی؟ خندید. از وقتی که عاشق یه زن شدم که سنش از من بیشتره ولی قلبش از همه جوونتره. نمیدونم چی شد، فقط خودمو تو آغوشش دیدم. نه اون آغوشی که شهوت داره، آغوشی که امنه. وقتی که بغلش میکنی دلت نمیخواد ازش بیای بیرون. صورتمو آورد نزدیک. بوسش آروم بود، عمیق، نرم، ولی یه جورایی ممنوعه. ولی میدونی چی بود؟ مزه اون بوسه انگار سالها تو دلم مونده بود. فقط منتظر بود کسی بیاد ازم بگیرتش. اون شب برگشتیم هتل. تا تو آسانسور هیچ کدوم حرفی نزدیم. فقط نگاهمون سنگین بود. اون سکوتی که 100 تا جمله توشه. رسیدیم به طبقه من. در آسانسور باز شد. اومدم برم بیرون، صدام کرد. سحر. برگشتم. فردا آخرین روز توره. ساکت موندم. دوست ندارم تموم شه. شاید لازم نیست تموم شه. شاید میشه ادامش داد. ولی توی شکل دیگه. و اون لحظه تو ذهنم 1000 تا چیز چرخید. اگه بخواد فقط یه رابطه باشه، اگه بعدش بره دنبال یه دختر همسن خودش، اگه ولی یه چیزی توی قلبم گفت این پسر فرق داره. این فقط جذب ظاهر من نشده. اون شب منو بغل کرد چون فهمیده بود منم تنهام. رفتم اتاقم. نشستم جلوی آینه. صورتمو نگاه کردم. اون زنی که تو آینه بود دیگه فقط یه آرایشگر سالندار نبود. اون زن عاشق شده بود. خودمم نمیدونم چرا. وقتی هواپیما برگشت نشست تهران، یه بغض سنگین چسبید ته گلوم. انگار یه تیکه از من توی آنتالیا جا مونده بود. انگار یه کسی که واقعا نمیدونستم چیه برام. مانی، همون پسر قد بلند، خوش چهره، با اون صدای گرم و نگاه نافذش که هنوز وقتی چشمامو میبندم حس میکنم داره نگاه هم میکنه. از فرودگاه که رسیدم خونه خسته بودم، ولی دلم یه چیزی میخواست.
گوشی رو برداشتم و بی هدف شروع کردم به بالا پایین کردن پیاما. یه پیامی از مانی دیدم. رسیدی؟ دلتنگ صداتم. دلم هر ریخ پایین. جوابشو ساده دادم، ولی دلم 1000 تا چیز میخواست. از اون شب به بعد شدیم رفیق نیمه شب هم. هر شب زنگ، هر شب چت، هر شب یه قصه جدید از کاراش میگفت، از خاطرهاش، از رویاهاش. حتی بعضی شبا وسط حرفاش میزد زیر آواز. منم دلم میلرزید. کی میدونه؟ شاید ته دلش یه چیزی بود. یه شب مثل همیشه که حرفامون کشیده شده بود به دلتنگی و خنده و شوخی، یهو خیلی جدی گفت سحر میخوام بیام تهران، بیام ببینمت. فقط واسه دیدن نیست، یه چیزی توی ذهنمه، یه کار، یه پیشنهاد جدی. راستش یه لحظه جا خوردم. به خودم گفتم یعنی چی؟ چی تو ذهنته؟ یه مکث کرد و گفت از این تورا خسته شدم، میخوام مستقل بشم، یه دفتر کوچیک برای طراحی داخلی بزنم. تجربهشو دارم ولی سرمایه ندارم. نمیخوام فقط کمکم کنی، چون همو دوست داریم. میخوام شریکم باشی، چون بهت اعتماد دارم. نفسم بند اومد. یا بازیه یا منو واقعا واسه زندگیش میخواست. همون شب تا صبح خواب به چشمم نیومد. رفتم تو فکر. من سالن خودمو با زحمت ساخته بودم، کم از مردان نکشیدم. حالا باید اعتماد کنم به یه پسر خوش چهره که معلوم نیست ته دلش چی میگذره. ولی یه چیزی توی مانی فرق داشت. اون شب که کنار استخر حرفامون به خنده و نگاه کشیده بود، یه لحظه که دستمو گرفت حس کردم داره لایه لایه منو میفهمه. نه واسه پول، نه واسه ظاهر، یه چیز واقعی. شایدم من فقط دلم میخواست واقعی باشه. فرداش بهش پیام دادم. باشه، شریکت میشم، ولی یه شرط داره. جواب داد هر چی باشه میپذیرم. نوشتم تا وقتی این شراکت فقط شراکت، رابطمون رو نگه میداریم. نمیخوام این احساس قشنگ خراب شه پای پول و کار. جواب داد تو فقط باش، همه چی درست میشه. و اونجا بود که فهمیدم شاید دارم وارد یه فصل جدیدی از زندگی میشم. یه چیزی بین عشق و کار، بین وسوسه و واقعیت. و راستش ته دلم بدجور هیجان داشتم. همون روزی که مانی گفت بلیتشو گرفته و قرار فرداش برسه تهران، یه جور عجیبی شبیه دخترای جوون سرخوش شده بودم. خودم از خودم تعجب میکردم. آدمی که توی زندگی کم نیاورده، دل نداده، حالا یه پسر 27 ساله کرده بودش یه دخترک دل نازک. صبحش آروم نشستم جلوی آینه اتاق خوابم. موهامو شل بسته بودم. یه ماتیک ملیح زدم و یه شومیز سفید تنم کردم. ساده ولی شیک. دلم میخواست وقتی میاد منو همون جور ببینه که توی ذهنش مونده. قوی ولی زنونه، شاد ولی محکم. فرودگاه که رسیدم قلبم داشت تون تون میزد. از دور که دیدمش لبخندش همون لبخندی بود که توی آنتالیا عاشقش شده بودم. قد بلند با اون تحریش خوش فرمش و یه کت اسپورت توسی. تا نگاه هم کرد گفت بوی عطرش که رسید حس کردم برگشتم آنتالیا. سلام خانم شریک. دلم برات تنگ شده بود. لبخند زدم و گفتم سلام مهندس خوشقول، دیر کردی. همه چی رو فروختم رفت. خندید. یه جور خنده که فقط مانی بلده. یه خنده‌ای که انگار تهش یه راز داره. یه شیطونی که فقط منو میفهمه. رفتیم مستقیم
دفتر کوچیکی که از قبل هماهنگیاشو انجام داده بود. طبقه دوم یه ساختمون ساکت با پنجره‌هایی که نور میریختن وسط فضا. تا رفتیم تو شروع کرد با شور و هیجان از ایده‌هاش گفتن. نقشه کشید، توضیح داد. وسط حرفاش با شیطونی نگام کرد و گفت ولی میدونی سحر، اگه این کار بالا گرفت نمیذارم فقط شریکم بمونی. گفتم یعنی چی؟ کارو با عشق قاطی نکن مانی. اومد نزدیک دستمو گرفت و گفت من نمیخوام ازت سوء استفاده کنم، اما نمیتونم انکار کنم که عاشقتم. تو فرق داری. ساکت موندم. قلبم داشت میکوبید. اون لحظه یه سکوت عمیق بینمون افتاد. فقط صدای نفس هامون بود که یه نزدیکی عجیب، نه لزوماً جنسی، یه چیزی شبیه پیوندی که از قبل شکل گرفته بود ولی حالا داشت شکل جدیتری می گرفت. عصر اون روز رفتیم خونه من. نه به قصد چیزی، فقط دلم نمیخواست ازش دور باشم. نشسته بود کنارم، کفشاشو در آورده بود، پاهاشو انداخته بود رو مبل و با چایی که براش ریخته بودم گفت سحر میدونی تو باعث شدی دوباره دلم بخواد برای یه چیزی بجنگم. کار، زندگی، حتی عشق. من فقط نگاش کردم. اون شب تا صبح با هم حرف می زدیم. از گذشته هامون، از دردایی که هر دومون کشیده بودیم، از آرزوهایی که هنوز خاک می خوردن گوشه دلامون. یه لحظه که هوا سرد شد پتو رو انداخت دور خودش و گفت بیا اینجا اگه سردته. رفتم کنارش نشستم. دستشو انداخت دور شونم. نه برای هوس، فقط برای نزدیکی. ولی این نزدیکی گاهی از هر رابطه‌ای ممنوعه تره. اون شب فقط خوابیدیم کنار هم، بی هیچ چیزی. فقط نفس هامون پنهونی ترین قسمت هامون رو نوازش میکردن. و اونجا بود که فهمیدم این فقط یه عشق ساده نبود، یه وسوسه بود، یه شروع ممنوعه، یه چیزی که اگه بد مدیریت میکردم میتونست همه چی رو بسوزونه. اما ته دلم گفتم بذار یه بار، فقط یه بار دلم رو بسپارم. شاید این بار خودم رو پیدا کنم. بعضی رابطه ها مثل ترانه های نصفن تموم نمیشن ولی هنوز توی ذهن تکرار میشن. داستان من و مانی از هموناست. چند هفته گذشت. رابطمون یه سکوت آروم داشت. نه اونجور که انگار یه چیزی تموم شده. بیشتر شبیه وقتی بود که بارون قطع میشه و فقط صدای شرشر قطره ها از برگ درخته. ما هنوز همکار بودیم. هنوز پیام میداد. گاهی زنگ میزد. حتی میدیدمش. انگار گذاشته شده بود کنار. یا شاید ترسیده بود دوباره نزدیک شه. چند ماه گذشته. دفتر کوچیکمون جون گرفته. گاهی پروژه های جدید، گاهی مشتری های خاص. من و مانی هنوز با همیم، ولی نه از اون مدلایی که اسمش بشه رابطه. ما یه چیزی بین دوست و عاشق و شریکیم. یه چیز خاص، یه چیزی که اسم نداره ولی حس داره. گاهی هنوز شبا میاد خونم، با هم چای میخوریم، موزیک گوش میدیم، گاهی سکوت میکنیم. فقط نگاهمون حرف میزنه. نه قولی دادیم، نه برنامه‌ای برای آینده‌مون ریختیم. ولی یه شب درست وقتی که داشتم فکر میکردم شاید باید تمومش کنیم، مانی کنارم نشست. آروم دستمو گرفت و گفت میدونی سحر، دنبال یه زن جوانتر نیستم. دنبال یه زندگی سادم با کسی که کنارم آرومه. و الان تو واسم شدی اون آرامشم. همون لحظه فهمیدم شاید هیچ وقت این عشق تو قالب‌های معمولی جا نشه، اما همین که هست، همین که تو شلوغ‌ترین روزا 2 تا چای دم می‌کنیم و به جای 1000 تا کلمه
فقط لبخند میزنیم برای من کافیه. و شاید گاهی یه رابطه خاص لازم نیست اسم داشته باشه، فقط کافیه حس داشته باشه. اگه این داستان به دلت نشست، اگه یه جایی بین خطهاش خودتو دیدی، یا دلت برای یه حس ممنوعه، یه نگاه بی صدا یا یه شب بارونی تنگ شد، خوشحال میشم منو دنبال کنی. با یه سابسکرایب ساده، یه قلب، یه کامنت، یه نشونه کوچیک که بفهمم هنوز کسایی هستن که با دل میخونن و اینجور داستانها زنده میمونن. تو فقط یه مخاطب نیستی، تو یه همراهی توی قصه هایی که نصفن و با تو میتونن کاملتر بشن. مرسی که منو حمایت میکنی. به دنیای داستانهای ممنوعه، آرام و گاهی واقعی خوش اومدی. اینجا یه کاناله برای کسایی که دلشون میخواد گاهی فرار کنن از واقعیت، گاهی غرق شن توی رابطه عجیب، یه نگاه پرحرف، یه شب بارونی، یا حتی فقط چند دقیقه کنار یه داستان بشینن و با لبخند، آه یا فکر تمومش کنن. اینجا کسی رو قضاوت نمی کنیم، نمیگیم چی خوبه چی بده، فقط قصه میگیم، قصه عشقهایی که جا افتادن تو دل، زنهایی که هنوز میتونن عاشق بشن، مردهایی که گاهی کودک میشن و لحظه هایی که تو دل شب جا میمونن. اگه دنبال داستانهایی هستی که با بقیه فرق دارن، کانال داستانگرام رو دنبال کن، چون هر قصه اینجا شاید یه جوری قصه تو باشه.